اسناد تازه منتشر شده نشان می‌دهد که در دوره جمهوریت زمین‌های دولتی در منطقه شیرپور شهر کابل عمدتاً به 4 چهره‌های با نفوذ و قدرتمند توزیع شده است. پیش از این نیز گزارش‌های از توزیع غیرقانونی این املاک وجود داشت، اما این اولین بار است که فهرست نسبتاً کامل از کسانی که در این منطقه صاحب زمین شدند به دست رسانه‌ها می‌رسد. مرتضی رضایی و جزئیات بیشتر. منطقه عیان نشین و شیک پایتخت شیرپور. صدها خانه با معماری رنگارنگ پیشاوری در این منطقه در زمان جمهوریت ساخته شد که وصله ناجور به محله وزیر اکبرخان و نشانه تولدی تازه از یک قشر دارا بود. در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی سیلی از فساد اداری و سوء استفاده های مالی مملکت را در بر گرفت. ماجرای شیرپور شروعی از تصاحب و توزیع بی‌رویه زمین‌های دولتی بود. بر اساس فهرستی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است، به مساحت نزدیک به 60 جریب که معادل 120,000 متر مربع می شود، منطقه شیرپور بین افراد کابینه کرزی و فرماندهان جهادی و وابستگان آنان توزیع شده است. از چهره‌های مشهور می توان به این نام‌ها اشاره کرد: احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، 5800 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان به امر مقام دولت. اما نزدیکان احمد مسعود میگویند که این زمین را از پول شخصی خود خریدند. علی احمد جلالی، وزیر پیشین امور داخله، 923 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان و به امر مارشال محمد قسیم فهیم. سید مصطفی کاظمی، وزیر پیشین تجارت، 924 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان به امر مارشال محمد قسیم فهیم. قسیم فهیم، مارشال و معاون اول پیشین رئیس جمهور، 924 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان و به امر خود وی. محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان، 660 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان به امر مارشال محمد قسیم فهیم. محمد یونس قانونی، معاون پیشین رئیس جمهور، 660 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان به امر مارشال محمد قسیم فهیم. محمد کریم خلیلی، معاون پیشین رئیس جمهور، 660 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان به امر مارشال محمد قسیم فهیم. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، 484 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان به امر مارشال محمد قسیم فهیم. قدمشاه شهیم، رئیس ستاد ارتش پیشین، 484 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان به امر کریم خلیلی. عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین رئیس جمهور، 450 متر مربع در منطقه وزیر اکبرخان به امر مارشال محمد قسیم فهیم. باتور دوستم، فرزند مارشال دوستم، 450